سلام کله سکسی ها، خوش اومدید به این ویدیو. اومدم بهتون بگم که چرا من کرش نمی کنم. از طرف دیگه دارم روی HDR 120 پلی میدم. داخل استریم خیلی ازم پرسیدید، اومدم ویدیوش رو براتون بسازم. بریم سراغ ویدیو بی معطلی، وقتتون رو نمیگیرم. لایک، ساب، شیر، هر کی مشکل داره بهش بگید ویدیو رو ببینه. بی معطلی بریم که داشته باشیم. اومدیم رو صفحه PC. داخل PC اول از همه آقا ستینگ اینه، یعنی بالا بری با این بیای این کرش نمیکنه. شاید 5 تا یه کرش بهتون بده. آروم آروم میرم دونه دونه ببینید بزنید، حرف زیاد نمیزنم. ستینگه اینم مدل، این هم از این قسمت. ایسوس که اولش معلومه، این رو می نویسید اینجا. این قسمت گیم و تمام. در همین حال رزولوشن آیپد ویوم هم که دیدید. حالا یه بار دیگه بهتون میگم 1920 در 1440. آیپد ویوش آنچنان بالا نیست، یه چیزی بین موبایل ویو و آیپد ویوه، ولی خیلی خوبه. همین کوالیتی بالایی داره و باعث میشه که لگ آنچنانی هم حس نکنید داخل مچتون. خب حالا بریم سراغ این که من چجوری دارم 120 fps پلی میدم روی اولترا HDR. یه گیم پلی بهتون نشون میدم که هم FPS هم و هم گرافیک هم معلومه داخلش. ببینید تا من برم ادامهشو بگم. حالا که گیم پلی رو دیدید که من FPS حالا روی 120 هست، شاید فریم اونقدر بهم نده، ولی خب افت آنچنانی نداره این ستینگی که بهتون دادم. و گرافیک هم که دارید میبینید رو شادو انیبل دارم بازی میکنم، ولی گرافیک خیلی خوبی هم دارم بازی میکنم. و ریجم هم که دیدید سر اولترا HDR ریجم خیلی خوبه. هرچی گرافیک بره بالاتر قطعا ریجم بهتر میشه. بریم سراغ این که اول چجوری باید این برنامه رو بریزید. آقا این برنامه است، میرید از داخل سایت یه مبلغی گذاشته براش، لینکش رو براتون میذارم برید دانلود کنید. خب این از سایتش. داخل سایتش یه قیمتی گذاشتن براش که اصلا چرت و پرته، یعنی اینجوری بهتون میگم شما دانلود رو بزنید شروع میکنه به دانلود، همونطور که دارید الان میبینید برای من شروع کرد به دانلود. این اپ که باز شد یعنی شما این صفحه براتون برنامه رو که وام میکنید این صفحه براتون باز میشه. کانکت تو گیم لوپ رو میزنید. حالا برای من گیم لوپ باز نیست، باید حتما پابجیتون باز باشه، فقط گیم لوپ نه، خود پابجی هم باید باز باشه. آقا کانکت رو میزنید. کانکت که شد تمام این ستینگ ها رو میتونید شما تغییر بدید. اصلا روی HDR 120 اسمود 120 HDR 90 هر تنظیماتی بخواید اینجا میشینید ثابت رو میزنید و تمام. یعنی کل مسئله همینجا حل میشه. شما راحت 120 fps میگیرید رو HDR یا حالا اولترا HDR. شادو رو بعد از خود گیم تغییر بدید، یعنی قبل اینکه تنظیمات رو اینجا بچینید و کانکت تو گیم لوپ رو بزنید شادو رو اونجا تو گیمتون تغییر میدید و بعد اینجا میزنید. این قسمت زیاد مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست، لازم ندارید این قسمت رو اصلا بهش دست نزنید. با همون ستینگ خودتون پلی بدید، کرشتون خیلی کمتره. اصلا نزنید، دست به اون قسمت نزنید. چند بار تاکید کردم چون خیلی ممکنه براتون بعدها داستان بشه. من خودم این کارو کردم و کرش هام چندین برابر شد و حتی 3-4 بار مجبور شدم گیم رو پاک کنم، چون اصلا کرش دیگه میزدم رو گیم کرش میشد، یعنی اصلا گیم واز که میشد و پابجی میافتاد بیرون. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید و خیلی واقعا امیدوارم کمکتون کرده باشه. کامنت بذارید ببینم برای کدومتون تونست لگتون رو کرشتون رو برطرف کنه. لایک، شیر، ساب، زنگوله و میدونید اگه دوستتون این مشکل رو داره ویدیو رو براش بفرستید بیاد نگاه کنه، شاید مشکلش حل شد و جفتمون رو دعا کرد. کله سکسی های منید، میبوسمتون، خدا نگهدارتون.